این رشته های رنگی و خوشمزه خوراک مهمونی‌ها و تولدهای مخصوص بچه هاست. کلی از دیدنش هیجان زده میشن، به شدت هم خوشمزه است. برای قسمت شربت، شکر و گلابتون رو به آب جوش اضافه کنید. ترکیبشون که کردید بذارید داخل فریزر تا یخ بزنه. برای قسمت فالوده‌اش من از رشته فالوده خشک میکلا استفاده میکنم که تا الان بارها بهتون معرفیشون کردم. صنایع غذایی میکلا اولین تولید کننده رشته فالوده خشک شده توی ایران هستن و واقعا کیفیت رشته‌هاشون حرف نداره. شما به راحتی میتونید این محصول رو از لوازم قنادی شهر خودتون تهیه کنید. هر کدوم از رنگ‌های رشته فالوده رو بعد جدا جدا داخل آب جوش بریزید. رنگ دلخواهتون رو بهش اضافه کنید. زمان بدید تا به خوبی بپزن. بعد داخل مخلوط آب و یخ بریزید. 10 دقیقه به زمان بدید تا کاملا خنک بشن و بعد هم اونا رو آبکش کنید. همه رنگاتون رو به همین ترتیب آماده کنید. بعدش یه دونه ظرف بردارید و یه کوچولو از همه رنگا داخل اون ظرف با هم دیگه ترکیب کنید که بعدش بخواید داخل شهد بریزید کارتون راحت تر باشه. و اینکه اگه میخواید شربت فالوده